سلام و عرض ادب خدمت رفقا. من بهزاد زمانی هستم و این اولین قسمت میز تریدمونه که به تحلیل روز ارزهای مختلف توی مارکت میپردازیم. من خودم رو همه این ارزهایی که معرفی میکنم، نقطه هایی که به قول معروف مشخص میکنم و آلارم میذارم و بعد از زدن آلارم بازار رو چک میکنم و شروع میکنم به اسکلپ کردن و به قول گفتنی با اون ناحیه میریم جلو. خب دوستان، ارز VIDT رو، اولین ارز رو، چند تا ارز رو با هم چک میکنیم. بعد فردا آپدیتمون رو به قول معروف ارز رو آپدیت میکنیم، ببینیم که آیا سیگنال ما به اون صورتی که ما میدیدیم اتفاق افتاده یا نه. و اینکه توی کانال تلگرام هم میتونیم اونجا توی گروه تلگرام گروه ها به قول معروف ارزا رو میذارم براتون و میتونید اونجا ببینید نتیجه سیگنال ها رو. پس با من همراه باشید. من به قول معروف سعی میکنم که بازارهای خوب رو شناسایی کنم، نقطه های قوی 4 ساعته رو شناسایی کنم و موفق باشیم دیگه. انشالله که موفق باشیم. بالاخره تتر امروز شده 78,000 تومان، فردا بعید نیست که 80 تومان بشه و واقعا بازار یعنی زندگی سختی شده برای همه مردم ایران و باید این به قول معروف تهدیدی که امروز همه ما رو گرفته اینو بتونیم به فرصت تبدیل کنیم و از این بازار استفاده کنیم و بتونیم با دلار از پس این تورم به قول معروف افسار گسیخته بر بیاییم. خب دوستان، این مارکت VIDT USDT داریم میبینیم و همونطور که مشاهده میکنید یک اوردر بلاک 4 ساعته رو ما داریم اینجا میبینیم که برخورد داشته و اینجا واکنش داشته. خب دوستان، اگر این واکنش سبز بسته بشه که 3 ساعت دیگه مونده، این بازار میتونه روند صعودی پیدا بکنه. البته که سقف بازار اینجاست، یعنی یه اوردر بلاک بالاتر هم تشکیل شده که میتونه به این ناحیه گیر بکنه و از این ناحیه دوباره سقوط بکنه. خب بچه‌ها، اندیکاتور ویلی رو که نگاه بکنیم، اندیکاتور ویلی میگه فکر لانگ رو از سرت بیرون کن. من اینجا نتونستم وارد ناحیه لانگ بشم و الان خوابیدم تو کف و من شورتم و میخوام بریزم و من اگه بیام بالا پول بک. یعنی من از اینجا نهایتا یه حالی به اونایی که حالا میخوام فرار کنن میدم اینجا و شکست این ناحیه. این یک سناریوه. سناریو دوم اینه که خب بتونه اوردر بلاک و قوی بازار از این ناحیه برگرده، چون اوردر بلاک بسیار معتبریه. البته که ما اینجا تی پی همون رو میکاریم و حتی اگه اینجا واکنش داشتیم میتونیم یه شورت هم سمت پایین بگیریم، چون فعلا بازار ما شورت. خب دوم اینه که خب این الان اینجا یه بازی میده، از اینجا برمیگرده به سمت بالا، این ناحیه رو میشکنه و دوباره یه پول بک به این و شکست ترند لاین. یعنی ما برای هر دو سناریو اینجا آماده ایم. هنگامی که ورود کنم توی کانال قرار میدم، ولی فقط این که من آلارما رو بهتون میگم، یعنی شما باید روند رو بدونید که الان من دارم چه سیگنالی بهتون میدم. یعنی اینکه اینجا دارم سیگنال لانگ رو به این صورت بهتون میدم یا این سیگنال رو شورت رو میدم. خب بچه اینجا ما منتظریم که ببینیم واکنش این کندل چی جوریه. احتمالاً اون موقع که شما ببینید این ویدیو رو، این کندل 4 ساعته VIDT بسته شده است و تکلیف بازار مشخص تر شده است که آیا این قرمز بسته میشه یا نه. در هر صورت دوستان، از این ناحیه یه ضرب اصلا من نمیتونم ببینم که این ناحیه رو بشکنه. یعنی این ناحیه رو بخواد بشکنه، از اینجا یه برگشت داره. نقطه بسیار قویه و اگر خیلی به قول معروف مارکت قوی بیاد و ویلیو بیاره بالا، میتونه پر بکنه. خب من اینو روی VIDT روی دونه به قول معروف چارت دیگه مونم چک میکنم. خب من یه لحظه اینو با چیزای ترنینگ وان بندازیم، ترنینگ وانش هم ببینیم. خب
آره، ولی خب اگر این یه کلوز بده این زیر، دیگه اصلا ببین ترسی حاکمه که دیگه سقوط وحشتناکی داره دوباره تا این ناحیه، تا این اوردر بلاک از اونجا جمع میشه. یعنی اگر این بتونه اینو الان یه قرمز مثلا بعدیش یه قرمز بده و کلوز کنه رو این اوردر بلاک، سقوط میکنه بازار. یعنی اینکه توی این ناحیه تا این ناحیه، تا این ناحیه. ولی این چیزی کت کلفت خریه به قول معروف، این خریه. البته سی سی آی هم میگه شورته. خب مووینگار هم که تماما رد کرده و این میتونه یه پول بک به این باشه. میگم باید قوی بیاد بالا که بتونه این اوردر بلاک رو پس بگیره. این اوردر بلاک رو بتونه پس بگیره، میتونه روند برگرده به سمت بالا. این از این. خب بریم روی این بازارم ببینیم. خب بچه‌ها سی سی آی واقعا بخشید استوک آر اس آی. استوک آر اس آی دوست ماست، دوست قدیمی ماست، همیشه راهنمای این بازار بوده. خب اینجا که من یه اوردر بلاک اصلا ببینید زغ میکنه تو چشم. این اوردر بلاک رو الان بهش برخورد داشته. یه اوردر بلاک بسیار قوی اینجا داریم که اصلا سوپره. این اینجاست، سیسین استوک آر اس آی خوابیده تو کف. این خوابیده تو کف. اینم میگه مارکت روندش اینجا به قول معروف به علت حجم پولی که اینجا خوابیده یه بالا احتمالا میزنه. اما اگر اینو در نظر بگیریم، اینو من بذارم اینجا، اینم سقفش باشه. خب من با دو حالت به قول معروف انگار دو نفرم، همیشه اینجوری ترید میکنم، یعنی تحلیل میکنم، میشینم دو تا چیز انگار مختلف. الان مثلا اینجا این الان اینجا به این ناحیه برخورد، به این ناحیه برخورد، به این ناحیه برخورد و این اینجوری میتونه بره پایین. این اینجوری میتونه بره پایین. یعنی این ترند لاین هم بسیار ترند لاین معتبر و قویه و اگر اینو حضرت اینجا یه اینجوری کنه، اینو بشکنه، اینجاها یه پولبک میزنه و اینجوری میره پایین، اینجوری میره پایین. در هر صورت این میتونه تا اینجا هم بیاد بالا، این میتونه تا اینجا، یعنی ترند لاین هم بشکنه. خیلی هم اینجا خوشحالن، فکر میکنن که روند برگشت. اما این اوردر بلاک مثل کوه به قول معروف سترک اینجا وایساده که البته اگه بخوام کامل ترش کنیم، اینجا یه ناحیه داریم، ببخشید اینجا یه ناحیه داریم و بین این دوتا اوردر بلاک، میگم اوردر بلاک، لیکویدیتی بازار هست که بعید میدونم بتونه حتی به این ناحیه یه لیکویدیتی برسه، ولی احتمالش هم هست. یعنی این مثلا تا اینجا هم بیاد بالا، حتی این اوردر بلاک هم رد کنه ولی میاد پایین، جای ناحیه لیکویدیتیه. در کل بازارش این شکلی من میبینم بازار رو. حالا شما دیگه هر جوری میبینید دیگه مشکل خودتونه. نه، هر جوری که میبینید کامنت کنید دوستان. اگر احیانا من چیزی رو ندیدم شما یادآوری بفرمایید. خب ما اینجا خب این ارز PRL متاسفانه نداره روی چیز. میریم رو ارز سولانا. خب سول 4 ساعت به این
اوردر بلاک ها رو ما رو پکونده. خب ببینید استکار سایت توی سقف دووم نمیاره. مارکت شورت بوده، چه نقطه خوبی بوده، هم برخورد به اوردر بلاک داشتیم، هم این بالا بوده. مثلا اینجا اگه بازار رو میگرفتیم الان یه فکر کنم 700-800% تو سود بودیم. ولی خب ایراد نداره، همیشه از این موقعیت ها هست برای ما، همیشه. خب من یه اینا رو مووینگاهی رو بندازم. خب مووینگاه همه بالاست. 4 ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. بله با این زاویه، این دو خطی که میبینید من سفیدش کنم، با این زاویه مارکت توی سقوط هست. 4 ساعته. بله اوردر بلاک رو ببینید. ماشاءالله. خب خیلی قشنگه دیگه، کلا بازار خیلی قشنگ. ما صبوریم دوست. من با 4 ساعته میکشم، آلارم میذارم، هر وقت اینجاها خورد من اینجوری ورود میکنم. خب اینجا نکنید دوستان، من دقیقا پیش بینی کرده بودم که میخوره به این سقف خالی میکنه و این سناریو افتاد. تو یه پولبک دیگه هم زد، یعنی یه سقف 3 قلو ساخت ولی بالاتر نتونست بره. خب حالا اونجا گذشته رو که کار نداریم، آینده رو کار داریم. خب دوستان اینم دقیقا به این صورت، اگه این اینجا سبز بسته بشه مارکت میتونه یه حرکتی بکنه تا این اوردر بلاک، یعنی اینکه اینجوری بین این تا باید ببینیم که اون موقع تا اینجا رو که حالا میتونیم یه تیپیمون باشه، بعد میتونه دوباره برگرده و ببینیم چی میشه. واقعا این دیگه خیلی اگر بخواد برگرده با یه چنین سناریو، یعنی یه پول بک بزنه به این ناحیه، دفعه دوم اونو بشکنه و از اینجا بتونه روند رو پس بگیره به سمت بالا. یه چنین چیزی محتمله، با اتفاقی که این میگم چون الان نمیتونه. ببینید الان هر وقت این برگرده بالا، این الان از اینجا که برگرده بالا استکارسای ما میاد بالا، اینجا همه دوباره خالی میکنن، دوباره میاد اینجا. خب این یه سناریو شکسته. این اوردر بلاک هم اینه که اگر اینجا به این بخوره و به این بشکنه، اینجا هم میشه برای ما یه ناحیه شورت به این صورت. نه دیگه بر نگرد، به این صورت رفقا، به این صورت. اینا رو باید خب بریم حالا روی فاز دیگه. سول فیوچرز. خب خیلی از دوستان میپرسن آقا چجوری دو تا اندیکاتور، دو تا تریدینگ ویو استفاده کنید؟ همینجوری که میبینید، دو تا گوگل کروم باز کنید استفاده کنید. خب این سولی که اینجا میبینید بچه، چون من دقیقه فیبوناچی میکشم، از 4 ساعتی که نگاه میکنه خیلی شلوغه ولی مهم نیست. من الان اینجا رو خلوتش میکنم تا چششو ببینه. اینا خیلی نقطه های خوبی هم برای به قول گفتنی دقیقه دیگه. ما با دقیقه کار میکنیم، بعد که ورود میکنیم اسکلپ میکنیم، سریع هی معامله میبندیم و هی باز میکنیم، هی میبندیم هی باز میکنیم. خب نه یه دسته این بذار باش. خوب عالیه اصلا فیبوناچی که عالیه. خب فیبوناچی عالیه. خب دوستان یه استراتژی من با فیبو دارم که خیلی خوبه.
البته رو تایم های پایین جواب میده ولی خیلی خوبه. حالا اونم سر فرصت بهتون میگم، یه جایی که درگیر شدیم با تایم فریم های پایین براتون باز میکنم. خب اینجا الان نگاه کنید، هم ما خط فیبوناچی داریم، هم یک به قول معروف 4 ساعته داریم. اینم یه سقف اینجا، اینم یه سقف اینجا. باید صبور باشید دوستان، عجله نکنید تو پول در آوردن ولی خوب پول درارید. معامله که میزنید زیر 300-400 نباید ببندید. خب همینجوری کیلویی نیست بازار. 90% مشکل همینه که دوستان اصلا 4 و اینا رو دیگه نگاه نمی کنن. 5 و 3 و 1 خط و مت و نهایت بکشی و برو توش. خب این فیب شکسته و این مووینگ اوریج. ویلی چی میگه؟ ویلی خورده به خط وسط، برگشته به خط منفی 50. ویلی میگه منم میخوام برم پایین. کلا بازار داد میزنه میخوام برم پایین. خب حالا با اینجا چون فیبوناچی داریم، من یه ذره دستم بازتره توی ترسیم خطوط. اینو براتون نمایش میدم که عشق کنید رفقا، عشق. فردا اینا رو نشونتون میدم. خب به این میخوره دوستان، چون اینجا به این میخوره. روند ریزشیش به این صورته. خب حالا روند صعودیش به چه صورته؟ روند صعودیش اینه که بتونه اینجا این خط رو بشکنه، پول بک تو این ناحیه، اوردر بلاک، پول بک، و بتونه تا این خط فیبوناچی، میگم فیبوناچی ترند لاین ما بیاید. این خطوط جلو چشم من هست روی جفت این بازارها. تمام این خطوط فیبوناچی رو من آلارم میذارم و میرم و موقعی که برخورد کرد میام. مثلا الان اینکه زودتر برخورد میکردم، اینجا الان تو پوزیشن لانگ بودم با این تیپی اینجا و استاپ زیر این. یعنی اگه این برگشت به این، میبینید که این که برگشت، این سناریو رو میبینم دیگه، بخوره به این کف و این بریزه. این اگه از دست بره دیگه وا مصیبت هست، که البته احتمال از دست رفتنش هم زیاد هست. میگم اونایی هم که اینجاها دارن الان خرید میکنن روی این اوردر بلاک، تیپیشون همینه، چون اینجا هم ما مووینگ اوریج داریم و هم خط فیبوناچی قیمت 198 84 41. خب اینم بازار قشنگی بود سولانا. پس تا الان شد 2 تا ارز رو با هم بررسی کردیم و سوداش رو میگیریم انشاءالله. خب یه مارکت دیگه ای هست به نام LDO که خیلی جذاب. LDO دوستان، چون ویدیو طولانیه من وسطش یه سیگارم میکشم که نیکوتینم نیفته. یه وقت بالاخره تحلیل سنگینه. شاید بعدها حالا تصویرش کردم خودم هم گوشه صفحه انداختم. LDO همه بازار کپی شدن از BTC. خب من اولین دقیقه ها رو پاک میکنم که چشو ببینه. ماشاءالله. اینا رو هم که دیگه قدیمیه، اینا رو هم پاک میکنم. ماشاءالله. واقعا چقدر این بازار
جذابه. شما فقط فیبوناچی ها رو ببین چقدر خوبه. خب اینم از چی میبینیم دوستان؟ اینجا یه اوردر بلاک سوپر. ببین این اوردر بلاک که اینجا هست کلوز بده بالای اوردر بلاک میکنه میاد. خب ویلی وضعیت چجوریه؟ ویلی وضعیتش خوابیده کف، قرمز داده. سخته، خیلی سخته بازار رو اینجا پیش بینی کردن، خیلی سخته برای اینکه مایل به ریزشه و میریزه. به نظر بنده این مارکت اون مارکتی نیست که بتونه بیاد بالا. حالا خب دوستان به این پول بک نزده. ببین این تا این ناحیه، خب اگه بخواد برگرده اینجا رو باید به قول معروف یه پول بک بزنه بهش. فهمیدم اینجوری برمیگرده. بله خب اینو تا اینجا داشته باش. ببین یه اوردر بلاک اینجاست، ببینید این اوردر بلاک هم من بکشم که این منطقه لیکویدیتیه، در اصل پرت میکنه بازار رو بالا. ببین تو این ناحیه بین این دوتا اوردر بلاکی که اینجا کشیدیم، این ناحیه لیکویدیتیه و از اینجا مارکت رو پرت میکنه بالا. خب این تا اینجا میتونه بیاد، البته که تا اینجا هم میتونه بیاد ولی میریزه. یعنی از این ناحیه، از این مووینگی که اینجا هست تا این مووینگ بالا، تو این ناحیه میتونه پول بک بزنه بهش برای ریزش، چون باید یه پول بکی بزنه بالاخره. اینجا اوردر بلاک اگه خیلی وضعیت اضطراری باشه که همینجا رو خط همین 1.67 61، یعنی تا همین خط فیبو میاد و اینو میتونه بشکنه. اما نهایتا از اینجا نظرم مارکت برمیگرده به سمت بالا. از اینجا مارکت اگه بخواد برگرده از این ناحیه برمیگرده، چون که روند کلی رو ببینید که من ببندم، روند کلی رو ببینید دوستان، این روند کلی بالاست و این یه فرصت ورود خیلی خوبه اینجا. البته میگم الان یه اسکلپ خوبه، اسکلپ چند صد درصدی تو 4 ساعته دارم بهتون میگم. این یه حرکت میکنه به سمت بالا، اما یه برمیگرده یه پول بک میزنه. اگه سناریو دیگه خیلی خفنش رو بخوام پیش بینی کنیم که برنگرده، این شکلیه. اینو بده من. سناریو خیلی خفنش اینه که این بیاد اینجا به این یه ضربه میزنه، با این برمیگرده. ولی این تو ناحیه لیکویدیتی اینجا ببین سنگین خرید میشه، با این برمیگرده. اینجوری. خب این ارز LDO ببینیم چی میگه. استکار سای بریم روی LDO اینو یه چک بکنم. استاندارد فیوچرز. خب مثلا من روزی 1 ساعت 2 ساعت تحلیل میکنم، بعدش به نقطه‌های خوبم که برسه ورود میکنم. یعنی همینجوری سیکیم خیاری ورود نمیکنم. حتما من روزی 1-2 ساعت زمانتون رو به تحلیل بگذارید دوستان، به تحلیل. خب این بهتر شد، این بهتر شد. بله اوردر بلاک چی کار میکنه؟ چند بار اینجا پرتش کرده بالا. چرا آخه؟ چرا دنبال شرید؟ این کلوز بده حله. ولی اینجا رو ببین چی حله؟ سقوط آزاده، بازار میریزه. خب اینجا الان بهتر شد. ببین من الان رو تمام این نقطه ها که شما هم دارید میبینید، اینا رو تمام این نقطه ها بنده
بله اینا فیبو چیزی میاد فیبو. تو تمام این نقطه آلارم میذارم رفقا، آلارم میذارم میره. 2 تا اوردر بلاک معتبر دیگه، چی میخوای دیگه؟ این میتونه تا این بیاد برگرده به این پول بک بزنه، ولی خب میگم پایینش هم سفته. ناحیه محکمیه. اینجا میاد این اوردر بلاک رو داریم اینجا، اینجا مثل کوه وایساده. این هم ناحیه لیکویدیتی ماه. تو این ناحیه این خط خیلی قویه، 1.4577. این خط خیلی قویه، ولی اینجا به این مووینگ ها الان میتونه یه پول بک بزنه، چون خیلی ریزش تخمی بوده. یعنی ساده هم نمیتونه بره بالا. از دو طرف بازار تحت فشاره، ولی در کل من میبینم که این مارکت از این ناحیه ها بکنه به همین سناریویی که میبینید، بره بالا. حالا این مثلا ممکنه به اینجا پول بک بزنه به جای اونجا، یعنی بیاد به اینجا بزنه اینجوری بیاد بخوره بره. این میتونه کونش ذره بیاد پایینتر به این بزنه بخوره بره. یعنی اینکه تو این فصل بازار این شکلی میره به سمت بالا. ما اینجا چیکار میکنیم؟ همیشه آماده ایم. یعنی اگه مثلا اینجا واکنش من بگیرم، خب اینجا تیپیمو میکارم، اما اگه ببینم اینو شکست، تیپیم میاد رو این ناحیه. خب اگه ببینم این شکست، تیپیم میاد رو این ناحیه. اگه ببینم اینجا واکنش داد، اینجا شورتشو میگیرم. خب الان مثلا شاید خیلی از دوستان که حالا زیاد با تحلیل آشنا نیستن و به قول معروف نمیدونم، حالا آشنا نیستم، مثلا میگم آقا مثلا این چه طرز تحلیله، در صورتی که دقیقا همین شکلیه. دقیقا همین شکلیه. بازار رو دیدن شما، هر کسی که غیر از این، مثلا اگه من بیام بگم 100% اینجا اینجوری میشه، نه. اینجا ما رو تایمای پایین الان مثلا میگم اگه من اینو زودتر دیده بودم، رو همین اوردر بلاک که این کف اوردر بلاک واکنش داد، من اینجا ورودو میزدم. حالا اینا رو که سوداشو بذارم متوجه میشید که بچه‌ها من چجوری تو بازار با حرکت‌های بازار حرکت میکنم. اگه این الان کلوز میداد، یعنی اصلا ممکنه اینجا مثلا کندل بعد یه چنین سناریویی به من بده. شما این ویدیو رو که ببینید، کم کم ذهنتون آشنا میشه که باید چجوری ببینید. خب مثلا این الان بیاد یه دونه اینجا سبز به من بده، دومی اینجا یه قرمز بده که اینو بشکنه. خب این دیگه فاتحه این بازار خونده است دیگه. این ناحیه باید برش گردونه. توجه از این ناحیه دیگه، حالا این باید اینجا یه تلاشی بکنه برای برگشت. خیلی جذابه. مثلا اینجا رو ببینید دوستان، این خورده به سقف، اینجا چه شورت وحشتناک خوشگل. یعنی تا همین کف هم که ما می‌خواستیم بفروشیم، اینجا اینقدر بود. خب نکن اینجا این فیبو رو کلوز نداد. این فیبو رو اگه کلوز میداد میتونست بره، ولی خب اینایی که خریدن اینجا این فیبو رو کلوز نداد و مارکت برگشت پایین. کلوز خیلی مهمه دوستان. ما ببینیم بازار چی کلوز میده. میگم الان ممکنه اینو اینجوری به ما کلوز بده، بعدیش این زیر بسته بشه. اگه این زیر بسته بشه، روند کلا از اینجا برمیگرده به سمت بالا. خب اینم مارکت LDO، مارکت جذابیه. حالا من نقطه هاشو آلارم میذارم و به محض دریافت سیگنال شما رو در جریان قرار میدم. شاید هم قرار ندم، چون که انقدر سرعت بعضی وقتا بالاست و من درگیر میشم که نمیتونم. حالا ببینیم چی جوریه دیگه. این الان اولین قسمتمونه. خب این ارزم که وینگ ایکس نداره. خب حالا اگه اصلا بخوایم یه ذره ریستر شیم دوستان، LDO مثلا 1 ساعتش هم من یه نگاه میکنم که بهتون بگم دقیقاً کجایی. خب تو 1 ساعت هم میبینید که بچه سقفا داره خالی میکنه. نکنید اینجا یه سیگنال داده به همون،
چه ریزش خوشگلی. اینجا یه سیگنال داده بهمون، چه ریزش خوشگلی داشته. یعنی الان خب ما چون هم جهت نیستیم الان به اینجای بازار داریم نگاه کنیم، ولی خب جای بسیار معتبر بازار رو داریم میبینیم. اینجا دقیقا اینجا یک اوردر بلاک بسیار بسیار قوی. خب توی یک ساعت هم میبینید دوستان این مووینگ های هافمن که اینجا حاکم هستند تو همین ناحیه ها اگه بیاد خیلی خفن بیاد اینجاست، دوباره به نظر بنده مارکت خالی میکنه، یعنی به این مفتی ها دیگه نمیتونه بره بالا تا دوباره میگم یه پولبک محکم به این بزنه. اگرم این شکسته شد از دست رفت که کلا میخوابه بازار تا اینجاها دوباره نهنگا و قولا بیان. این ناحیه هم اشباع بازاره، میگم اشباع لیکویدیتی بازاره تا ببینیم از این ناحیه میتونه برگرده یا نه. خیلی جذابه. حالا موقعی که اینا کندلا توش پرشه میبینید که چقدر جذاب میشه این بازار رو پیش بینی کرد. خب این LDO رو داشته باشین روی یک ساعته تا بهتون بگم. خب بریم سراغ بیتکوین طلا. کجا رفتن اونایی که میگفتن بیتکوین 130,000 دلاره؟ خب بیتکوین طلا رو ببینیم به تایم فریم وان دی، نقطه های معتبرش رو دراریم. من اینو ببندم. خب چه ترندلاین خوشگلی داشتیم اینجا، اینم ببندم. خب یادم نیست اینو الان من تحلیل کردم یا نه، حقیقت فکر کنم کردم، ولی حالا تو روزانه هم یه نگاه بهش میندازیم که ببینیم چه خبره. خب اینجا که یه ناحیه قویه، من اینا رو ببندم که ببینیم چی به چیه. خب خیلی قویه بچه، این ناحیه کلن پر از اوردر بلاک، یعنی پشت سر هم این اوردر بلاک، این اوردر بلاک، این ناحیه لیکویدیتی و این جذابه. استوک RSI رفته سقف بالا رو پر کرده و از اینجا به قول معروف میتونه برگرده، یعنی میتونه به این کف بزنه، اینجا یه کندل سبز بشه برگرده. سود واقعا سود میشه دوستان، واقعا اونایی که میگفتن 130,000 دلار اشتباه نمیکردن. اینجا یه بازی، دو بازی، سه بازی، یعنی این خط کشیدن اینجا 116,000 دلار. چرا نتونه؟ این میگه میتونه. استوکارسای جای خوبیه، سقفو پر کرده، اینجا هم تو کف نمونده، اینجا هم نرسیده برگشته. خیلی پتانسیل داره بیت کوین برای رفتن بالا. تو وان دی اینا رو آدم میفهمه ها، اینا تو وان دی آدم اینا رو میفهمه. البته که میگم هر چقدر شما بری پایین‌تر کورتری دیگه، مثلا تو یه ساعته مثلا یه چیزی میبینی خیلی سریع‌تر میزنی میای بیرون، ولی خب وقتی نگاهت روزانه است میفهمی که بازار چقدر قویه. وان دی شما ببینم، این ورش هم ببینم. خب اینا که دیگه از حیث اعتبار ثابته. ماشاءالله اینجا رو ببین، ویلی تو سبز قفل کرد. خب این فیب هم ما کشیدیم، ولی خب تو وان دی دیگه خیلی شلوغه.
خب اوردر بلاک واندی کجاست؟ اوردر بلاک واندی اینجاست. این اوردر بلاک واندیه. فاصله رو شما ببین، خیلی قوی، خیلی قوی. خوابش رو ببینه به نظر من بتونه این ناحیه رو بیاد کف. این اگر این فیب، یعنی این اوردر بلاک 1 ساعته، این خط سبز 1 ساعت است، این خط زرد 4 ساعته و روزانه است. اگه اونو بتونه بشکنه به اینجا یه پول بایک میزنه و اینجوری میره بالا. یعنی یه جوری اینجا حجم خرید زیاده، اینجا ماکسیمومش اینه که با این بره بالا، با این خط. یعنی اگه اینجا مثلا تو شورت بودیم اینجا رو شکست، تا این خط دیگه تیپی ته دیگه، مثلا دیگه فکر پایین تر از اینو من نداره. بیت کوین روندش سعودی است. 110,000 این یه سقفشه. واه، بعدش 121 128 132 137 دیگه. اینا هم که دیگه اینجوریه دیگه. اگه از اینجا بخوام دوباره ترتیب بدیم، اگه بخواد بره بالا به این صورت، بازار از اینجاها میتونه، اگه این سقف رو بشکنه، یه عالمه پول بچه ها اینجا این بالا خوابیده. این یه اوردر بلاک این بالا وان دی، اینجا رو بتونه بشکنه، اینجا رو کلا دیگه خوابش رو ببینه. یعنی واقعا فرصت های تاریخیه برای بیت کوین. اگه این ناحیه رو رد کنه دیگه اینجوری میشه، همینجوری میره بالا یهو. یعنی مثلا در از چند روز میبینی که چقدر رفت بالا. خب بریم سراغ بمب اتم. چه ارز خوبیه این اتم، چه ارز خوبیه. بحر تو وانده جای خوبیه. خب سبک میکنیم. ببین یه خط کشیدم خدا وکیلی، این خطایی که من میکشم چجوری بازار بهش واکنش میده. میبینی این حالا مثلا من اگه زودتر میدیدم، خب اینو اینجوری میدیدم که این میاد اینجا با این روند به این پول بک میزنه، اینو میشکنه، یه اینجوری میکنه تا این خط. ولی خب مثلا ناکن از سناریوی من اینجوری بوده قطعا، ولی خب این اومده به اینجا، یعنی نذاشته که این به اونجاها برسه کار. اینجا اگه اینجا من لانگ میگرفتم دیگه، اینجا میدونستم که داری خلاف جهت میزنی. اگه نرسیده به مووینگم شما سیگنال شورت دیدی، باید فرار کنی. و اصلا اینجا رو نکنی ویلی جوری خوابیده کف. حالا گذشته رو کار نریم، بریم از الان به بعد رو ببینیم. خب اینو پاک میکنم. خب اینجا کجاست؟ اینجا. خب یا الله، اینو اینجا، این لاکس
که اینو یه بار پرت کرد اینجوری بالا، از مدت‌های ندید خورد بهش اینجا. چه جایی بازار رو داریم میبینیم؟ اتم چه جاییه؟ اتم چه جاییه؟ برو میام. خب این چون به شدت تو شورته میتونه یه پولبک محکم به این بزنه و اینجا تا این مووینگ ها دوستان که اون موقع میرسه به اینجا یه حرکت بکنه. این مووینگ هم اینجا هست. این بازار اینجوریه. من هیچ سناریویی برای شورت این بازار نمیبینم و استاپ اگر اینجا بخوره، یعنی این بتونه اینجا کلوز بده، حالا مثلا یوهو بریزه از یه ذره بالاتر شروع کنه خالی کردن، این ناحیه از دست بده، خیلی خطرناک میشه دیگه. باید ببینیم حالا چیز بعدیش کجاست. خیلی خطرناک میشه، اتفاقای خوبی نمیفته. دقیقا این شکلی، دقیقا این شکلی جای بسیار طلایی داره مارکت اتم رو میبینیم. خب این دارم ببینیم، این دارم ببینیم. خب دوستان الان ساعت 1 بامداد است، 30 ماه آذر. فردا شبم یلداتون مبارک. خب این اتم رفقا، این اتم نه دیگه، اتم یه ساعته میبینی. این فیبو یه دقیقه تو یه ساعته اینه یه باکس. این از این، این از این. خب حالا بابا اینا مشکلی نداره، بذار باش. میخوام ببینم استوک چی میگه. استوک میگه برمیگرده قوی تا سقف، تا اینجا. اینجا میتونه کجا باشه؟ هر جا. اینجا میتونه اینجا باشه، میتونه اینجا باشه تا سقف میاد، میتونه اینجا باشه، بستگی داره استوک تا کجا صلاح بده. خب ولی اینجا که دیگه اصلا خیلی قویه. چرا قویه؟ به علت اوردر بلاک بسیار معتبر، به علت این که این اینجا میکوبه تو سرش میریسه. اگر بتونه خیلی خوب بیاد بالا و اینو رد کنه، چون خیلی خوب ریخته و خیلی جای قویه. ببین یه ناحیه اینجوری، یه پول بک، مارکت برمیگرده. من سناریو ریزشتی واقعا، یعنی من که نه، من که کسی نیستم، استوکارسایی هم نمیبینه براش. ببین کف میخوره برمیگرده، چون خیلی میاد پایین و به نظر من از اینجا روند برمیگرده. یعنی دقیقا این شکلی مارکت برمیگرده. سود خوبی تو اتم خوابیده رفقا، حتی برای اسپات نقطه های خوبیه. خب دوستان اون عددا رو هم که میبینید اون گوشه، اونا همه آلارمه ها، اونا همه نقطه های مهم بازاره که میتونید استفاده کنید. خب عرض بعدی که ما اینجا برای شما آماده کرده ایم، خب ما سولو تو 4 دیدیم، تو 1 هم میبینیم، کاری نداره که. سول 1 سول 1 سول 1 و سول معتبره تو 1 هم همون شکلی.
سول میاد تو این ناحیه، میاد تو این ناحیه، میره بالا، میاد تو این ناحیه، میشکنه پولبک، میریزه تا خیلی رفته بالا، اصلا با 1 ساعت قابل دیدن نیست. اینجا رسیدیم بهش، اینجا رسیدیم بهش. بذار یه نقطه 1 ساعته پیدا کنیم. قشنگ تا چند روز خوراک بچه ها ترید دینه، قشنگ سوراخ‌های بازار دستتونه، سوراخ‌های بازار دستتونه، به هیچی احتیاج ندارید. یه استوک، یه بهزاد زمانی، بریزید حال کنید. بله 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 بله. اینجا این الان نگاه کن، این چون 1 ساعت هست اینو میکنم سبز، لاینشو میکنیم سبز که بفهمم این 1 ساعت هست، اون 4 ساعت هست. البته که این تو 4 ساعت هم مشخصه، یعنی خیلی نقطه قویه. حالا اگه رسیدیم بهش، ببین چقدر رفتیم عقب، خدا وکیلی. ببین من ندید اینا رو میکشم برات، مثلا ندید اینا رو میکشم برات، دقیقا اون نقطه. یعنی اصلا اینجوری بازار رو این که گذشتش هم ببینیم، آیندهش رو میخونیم. خوبه آقا، به نظر من که خوبه. به نظر من که تا عید نمیدونم چند 10,000 چند 100,000 دلار دیگه انشالله کار میکنیم، غممونم نیست. خب اینم از بحث سول. حالا این ورم اگه بخوام رو یک نشونش بدم، سول 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 سول. خب این بالا رفتنه که خواب ببینه فعلا، همین شکلیه که بهتون گفتم، همین شکلیه که بهتون گفتم. با 1 ساعتم معقول است. اینجا هم اگه ویلی رو بخواید نگاه کنید، این کندل اگه این شکلی قوی بسته بشه، یه ذره قوی تر پر بشه، میتونه تا اینجا همینجاها بیاد یا نهایت تا اینجا. این اوردر بلاک میزنید تو سرش و این چون نگاه کن اینم پایین گیر کرده بوده، اینم این ناحیه داره میگه شورته، یعنی اینایی که اینجا گرفتن شورتو زیبا گرفتن، هم اوردر بلاک داشتن و همین که این به خط 50 منفی 50 گیر کرده بوده، یه ذرم رفته بالاتر، باید صبر میکردن تا یک خروجی بگیرن. خب بچه من چجوری از اوردر بلاک خروجی میگیرن؟ بنده صبر میکنم تا این تریگر کنسل رو اینجا ببینم، قرمزی کلوز، اینو که اینجا ببینم، خب برای من دیگه اینه که شکست محرز شده. حالا منتظر نقطه ورودم، اینجایی که برگرده به سمت بالا رو تایم فریم های پایین 5 1 3 اینا، این شورتر رو اینجا میکشم تو دهنش بیرون. این برم همینطور، اینجا که الان منتظر یه دونه کلوزم، اینجا که کلوزو داده، این ناحیه برای من فعلا لانگه، ولی با احتیاط میگم. همین الان هم اینجا زرنگا و اونایی که حواسشون هست کلوز میکنن، میتونه از همینجا مارکت بپاچه به سمت پایین. خب اینم سناریو سولانا رو فقط.
خب XTZ No thank you. برویم. این ارز جدیدم که اومده، خب یه ارز جدید اومده به نام سگ ها که خیلی هم ترند شد. خب این ارز سگ ها خیلی هم اتفاقا والیوم خوبی داره، یعنی بازارش خیلی خوشگله. 4 ساعتش رو ببینم. خب من رو همه این بازار فیب دارم. کجا رفتی؟ به به بلاک نگاه کن. چرا ویلی رو نگاه کن چه زاری میزنه برای یه ذره اومدن بالاتر رو خالی کردن. اینو داشته باش. باید کلوز بده اینجا، باید کلوز بده. ببین نه پایینش کلوز داده هنوز نه بالاش. ببینی این که کلوز داده اینجا ششدو شده، اینجا کلوز نداده به ما. از بالا اگه کلوز بده چرا میشه؟ این با این شدتی که اومده پایین میتونه یه کلا این مارکت در طولانی مدت شورته، اما الان جای خیلی خوبیه. این اگر اینجا کلوز بده دوستان، این میشه یه تیپی ما اینجا و اینجا اوردر بلاک. این دوباره باید برگرده اینجا یا اینجا و از اینجایی بخواد برگرده بتونه این اوردر بلاک رو رد کنه. اگرم رد نکنه که دوباره این میزنه تو سرش و برو واسه این سناریو. 4 ساعت. داگز، آقای داگز این 4 ساعت. اوف. آقای داگز استکش نگاه کن چه ویرانه ایه، همینجوری زده اومده واسه خودش پایین. ما اینجا اینو داریم. خب 4 ساعته هست. اینو میکنیم چی؟ زرد. خدای من چقدر قشنگ. بعدن اینو داریم دقیقا همین شکلی، هیچی هم بین راش نیست. ولی خب این بد خوابیده، یعنی اصلا اینو اگه بخوام بگم اینجوری هم میشه، حتی اینجوری. سناریو ریزشش اینه. این سناریو ریزش داستان ماست. آره دیگه، اصلا دیگه نابود شده. این چقدر اومده پایین. ولی خب اوردر بلاک خیلی قویه و اون سناریو هم که هست دیگه. اگه بخواد 1% هم بگازه تا اینجاها بیاد، دوباره اینجا به این ناحیه رو سر این یه پول بک بزنه، اینو اگه بتونه بشکنه و اینجوری بره بالا. ما میریم باش تا این نقطه هایی که مثلا اینجا که معتبر بود لانگو میگیریم، اینجا به فکر شورت هم، تا جای اینجا دوباره به فکر تیپی هم. ما کار نداریم، ما هر وری بری باهاش میریم. میگه هر وری بری باهات هم داشتم. به همین سناریو اگه اینجا واکنش بده دوباره منتظر شورت هم، اینجا تایید میگیرن رو تایم فریم پایین شورت. اگه اینو بشکنه اینجا به فکر تیپی هم،
به همین راحتی دوستان. حالا میگم روزهای آینده که اینا پرشکندلاش، اون وقت حرف داریم برای گفتن. حالا امروز جلسه اولیه یه ذره ویدیو رو من طولانی میکنم، یه چند تا عرض رو ببینیم، چون دیگه آپدیتاش هی کوتاه، هی آب میره دیگه، آپدیتا آب میره. اینم داگزه که خیلی فکر می‌کردن باش پولدار میشن. توی این ایردراپ هم شده یه دسته خری واقعا برای دوستان. چیزی که حذف شد، همستر که من توی یکی بچه گذاشته بود تو کانال که اصلا پیچید به بازی رفت، انقدر ریخت قیمتش. معلومه وقتی 100 میلیون نفر نشستن انگوش میکنن، من به همه میگفتم انگوش نکنید اون موقع. مثلا آقا این اصلا یه چیز چرتیه. همه فکر میکردن الان شیباه، مثلا یه 100,000% یا مثلا چندرغازشون میشه میلیاردر. نه داداش. یه ارز مثلا میو، خیلی اینم ارز خفنیه. این میو رو بذار ببینیم، ارز دوست داشتنیه. میو رو من خیلی دوست دارم. دلبر و دلدار، ببین چقدر من روش کار کردم قبلا. خب اینو کلوز میدیم. استوک چه اینا خریدن اینجا، خیال این که اومده کف، اینجا یه پول بگ زده به کف ریخته و اینجا میره بالا، اینجا میره بالا. این داستان ما دیگه انقدر دیدیم که میدونیم. اینجا استاپ این بنده خدا رو زده، دلم مثل اونایی که اینجا صبور بودن میسوزه. اینجا ضربه فنی شدن دیگه داداش، بعض وقتا ضربه فنی میشه، استاپتو میزنه برمیگرده دیگه، کاری نمیشه که. خب بریم اتفاقا جای اینا رو پاک کنم که ذره چشم چالم بهتر ببینه. خب این یه اوردر بلاکه، این یه اوردر بلاکه. اوردر بلاک همه نزولیه. خب اینو باید توی این نواحی منتظر شورت باشیم به نظرم بیشتر دیگه. این نواحی بکن 4 ساعتی که میبینی شما خیلی خوب میبینی بازار رو، ولی تو دقیقه و اینا تا میرسی مثلا میگی 4 ساعت مثلا کجا بود، تو چیکار کردی، همش خلاف جهت. مارکت رو باید اینجوری ببینی دوست عزیز. اینا آموزش. میگی نه تا عید با من بیا جلو ببین چند 10,000 دلار پول در میاری. ما عمرمون رو گذاشتیم تا فهمیدیم تازه چجوری باید بازار رو ببینیم. همین دیدنش خودش 80% مسیره. چیکار باید بکنی اصلا. این اوردر بلاک قوی بود که اینجا بهش واکنش داده. شما ببین اوردر بلاک چیکار کرده بود بیشرف. واقعا قشنگ، واقعا این اوردر بلاک من اینجا دوست میدارم. یکی دو تا سکسی بان. خب ببینید این اگه سناریوی بازگشتی باشه که خب مشخصه دوستان، یعنی واکنش داده. این میاد اینجا، این میخوره به این میاد اینجا دوباره. حالا ببینیم اینجا چی میشه، واکنش میده یا نه. اینو میخواد یه اینجوری کنه یا اینجوری کنه، دوباره برگرده به این بری. کلا اینجا گیر و گور زیاد داره تا به این ترند لاین برسه. این یه سناریو محتمله. اینجا هم مووینگ اوریج ها هستن، میزنه تو سرش، بعد دوباره اینجا یه عالمه میخرن، دوباره میاد بالا. اینجا باز مووینگ اوریج های بالاتر هستن،
میزنه تو سرش اوردر بلاک. اینجا اگه برنگرده میاد یه ذره پایینتر یا رو خود همین جاها اینجوری یه بازی میده. این هم هست ممکنه که از همینجا دوباره بتونه برگرده تو این ناحیه و به قول گفتنی یه اینجوری کنه و یا علی از تو مدد باید بری کلاغ پر. اینجوری شما روزی چند ساعت وقتتون رو میذارید مثل من تحلیل میکنید بازار، نه اینکه ترید میکنید. شما باید کمترین زمان رو بذارید برای ترید، بیشترین زمان رو بذارید برای تحلیل. خب این چه ارزی بود ما اینجا مشاهده میکردیم دوستان؟ میاو. خب از رو داگز میریم روی میو. بابا لاکر دار بیار دیگه. میو ببینیم چیه دوستان. به به به، الله اکبر از این همه زیبایی. خب اینجا چی میبینیم؟ اینجا چیز خاصی نمیبینیم. این فیبو واکنش داشته، با این مووینگ مچ بوده و اینجا مثلا اگه زودتر میدیدم اینجا رو لانگی میگرفتیم ازش به این امید که تا این مووینگ بیاد. یعنی اینجوری بوده که آقا اینجا یه برمیگرده به اینجا، اینجا دوباره برمیگرده تا این خط وریزش مثلا تا حالا اینجا باید ببینیم چی میشه. اگه اینو کلوز داد که دوباره اینجوری بوده. این گذشتش که تا اینجا هم مثلا احتمال داشته بریزه، اما خب هنوز اوردر بلاکشو نکشید. اوردر بلاکی که بکشیم میفهمیم که نه، انقدرم فیلم سوپر نیست. بله فهمیدیم که اینجاها بله واکنش داشته باشه خطریه. خب بریم سراغ آینده شو. این یه ام زده خالی کرده، عین چیزی که من پیش بینی ولی خب اینجا مثلا نرسیده به این برگشت. خب این حالا کلوز میکنیم، کار نریم باش. الان یه چنین چیزی رو داریم. خب فاصله خیلی زیاده، خیلی بازار تو شورته، خیلی مشکلات اساسی داریم. خب این از اینجا، خب این میتونه به این پول بک بزنه، این اوردر بلاک اینجا میتونه این رد کنه دوباره تا این مووینگا به این بخوره و بتونه روند به این صورت لانگ بشه اگه میخواد لانگ بشه، چون خیلی سخت لانگ شدنش این شکلیه. اگرم این از دست بره به هر جهتی، حالا چه همین الان به کلوز بده چه بخوره به این و اینجا کلوز بده، خب اینجا یه واکنشی به این ور میده و سقوط. سناریو لانگ و شورتش رو بچینید نقطه های مهم، هر وری میره شما هم باهاش برید. اگه اینجا بای میکنید تو این نواحی پروفیت کنید، تو این نواحی اگه سیگنال سل میگیرید باهاش تا اون پایین داره رو اوردر بلاک بیاین. دوباره اوردر بلاک اگه اینجا سیگنال لانگ میبینید رو تایم فریم 15 5 10 3 10 که نداریم، اینا دوباره بهش میریم بالا. خب بچه یکی دو تا ارز دیگه میرم که قشنگ چشاتون عکاسه بزنه بیرون. این ارز میو بود، حالا اینا رو فردا آپدیت میکنیم که شما عشق بفرمایید. خب حالا میو رو برای اینکه ذره زیباترش کنیم میریم 1 hour. واه اصلا 1 ساعته زیباترین تایم فریم جهانه به نظر من. خنگه که کسی از 1 ساعته استفاده نکنه. 1 و 4 این دوتا مبناه. شما اینجا چیز کنید دیگه تو 5 و اینا که
خوردی رفته، ولی خب با 5 بخوای بکنی تازه بعدش میفهمی که چه اشتباهی کردی. خلاف 1 و 3 و 15 و همه باید دیدت از بالا به پایین باشه دوست عزیز. به به این اوردر بلاک رو اینجا ببین شما. من فقط میخوام بهت قدرت اوردر بلاک رو بگم. گوشی این اوردر بلاک رو شما اینجا ببین دوست عزیز. این اینجاست، درسته؟ کلوز داده، پول بک بهش تا این اوردر بلاک 1 ساعت. خب ما اینو تو 4 ساعته نمیبینیم. هرچی بری پایین تر زیباتره بازار. خب یعنی دقیق تره، منظورم از زیباتر. آقا همین سناریو همینه دیگه. الان تو 1 ساعت هم نگاه کن مووینگا کجاست. اینجا میاد 1 ساعته. آقا اصلا تماس هم نداشته، خیلی شورته آجی. تماس هم نداشته با مووینگا غیر از اینجا. اصلا ابر شورته بازار. این ارز میوه. میلیاردر میشیم یا نه؟ دقیقا تو این باکس میتونه برگردن همون سناریو دوست. وقتتون رو نمیگیرم، یه آخرین ارز رو با هم ببینیم برای اولین قسمت. بس آخرین ارز چی باشه خوبه؟ یه ارز قوی، یه ارز قوی. من یه واچ لیست دارم اینجا رو چک میکنم بزنم پی رو اینم روی این داره که براتون پی رو نمایش بدم. پی رو نداره. خب کومبو کومبو رو داره. خب دوست عزیزی که فکر میکردی کومبو خیلی خفنه، درست فکر میکردی. خب کومبو رو چون من روش تحلیل نداشتم میرم رو وان همیشه از نداشتم کومبو. ما اصلا کل این بازار ما ترید کردیم. ماشاءالله. خب بچه ها کومبو رو همین الان بهت میگم چی میشه. عشق کنی کومبو اوردر بلاکشو بکش، جون دلم زردش کن، جون دلم. خب کومبو میترک. چجوری میترکه؟ الان بهت میگم. تا اینجا قابل رویت است. کومبو اصلا سناریو ریزشی براش ندارم، اصلا نمیتونم ببینم که این بخواد اینو الان بشکنه. اصلا نمیبینم بچه ها. عجب جاییه کومبو. خدا شاهده برید میلیاردر شید. من دیگه حرفی باهاتون ندارم، خدا شاهده. خب اصلا هیچی دیگه نمیبینم واقعا. اینجوری حالا مثلا یه سناریو خیلی به خودم فشار بیارم، اینجوری بیاد تا اینجا به این مووینگ پول بک بزنه، با این روند برگرده اینجوری. آره why not به قول انگلیسی ها. این هم میشه. خب برو بعدی بینیم. این کومبو رو اینجا میزنیم، بعدش هم شما رو به حضرت حق میسپارم. شب یلدا در کنار عزیزان، شب زیبا دوست داشتنی. one day. خب اینو ببندمش. این فیبا دیگه اینجا به کار ما نخواهد آمد. این چرا من لایکش کردم دیگه پاک نمیشه. اصلا اوردر بلاک رو ببین داداش. من اینو کی کشیدم یادم نیست، ولی شما ببین عشق کن. اینجوری اوردر بلاک میکشه. شاید نمیدونم واقعا 6 ماه پیش کشیده باشه. خب ولی اوردر بلاک قوی اینه. آره ببین کجا کشیدم اینو.
What time is it؟ اینو ببین تو چسبیده بالا اصلا کفون. اوف 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 اوف. اینجا یه order بلاک داریم، اینجا رو این خط یه پول بک. ببین اینجا یه order بلاک داریم، order بلاک one day. پس گرفتی چی شد؟ حالا تیپی های بنده رو میبینید از فردا تو گروه. نگید چرا چجوری داداش تو چی کار میکنی، نه داداش همین آموزشی که بهتون دادم. برمیگرد اینجا هر جا واکنش داشت رو هر خط دیگه واکنش داشت دیگه میگیرم باهاش فیلم سوپره دیگه، میام بالا. لانگ شد دیگه، بدم لانگ شد. آقا شبت بخیر. من ساعت 1:30 شب دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، شما احتمالا فردا ببینید. 1:10 شد، چیزی نیستش که. حالا یه دیدی 4 ساعت هم من اینجا ویدیو زدم، بازار رو بالا پایین کردم برات، نقطه بهت دادم، سولاخ بازار رو براتون وا کردم. خب بچه موفق باشید. کانال تلگرام لینکش این پایین هست، بزنید روش عضو بشید. تیپی ها رو اونجا میذارم براتون، عشق کنید.